در مورد قیام اصفهان خب شرح رشادت‌ها و قهرمانی‌ها و شجاعت‌های مردم، جوانان و کشاورزان اصفهانی رو که در سیما مفصل گفته شده، باز هم باید گفته بشه و خیلی جا داره. اما اگه اجازه بدید ما در این ظرف و در این وقت بپردازیم به قسمت رژیمی قضیه، واکنش‌های رژیم که شما گفتید لاتوالات، عطف به تبلیغات رژیم که دستگاه تبلیغاتی رژیم دوقلوی همزاد دستگاه سرکوب رژیم. بله، یعنی لحظه مره کمک میکنه این بله تبلیغاتش به سرکوب. در مورد قیام اصفهان، رژیم ابتدا که شروع شد روز 28 آبان مردم اصفهان جمع شدن در یک تظاهرات خیلی عظیم که بعضی از خبرگزاری‌ها تا 100,000 نفر گفتن، بیش از 100,000 نفر. بله. خواستار همون مطالبات همیشگیشون سر آب اصفهان شدن. رژیم این دفعه یک تاکتیک دیگه زد. احتمالاً اون پاسدارای اونور آب بهش گفته بودن که خب از این تظاهرات استفاده کن، بگو اگه تظاهرات اینطوری باشه ما سرکوب نمی‌کنیم، تظاهرات اونطوری بشه سرکوب می‌کنیم. و خلاصه تبلیغات رژیم و پاسدارا همه دو پا پریدن توی بستر خشک زاینده رود که از این بستر خشک ماهی بگیرن و فکر کردن که بوی کباب میاد. نمیدونستن که آخوند و پاسدار و لابی و مماشات چی دارن اونجا داغ میکنن. اونقدر اینا هول شدن که ببین خبرگزاری پاسدارا چی نوشته، ببین از روش بخونم که فکر نکنه من. خبرگزاری پاسدارا تو بعد از جمعه 28 آبان می‌نویسه مردم و کشاورزان اصفهان با حضور همدلانه در کنار هم باز هم مثل همیشه گل کاشته باشن. این گل کاشتن داشته باش تا بعد ببینیم کجا میرسه. و در تجمع امروز، یعنی هم تجمع 28 آبان، نشان دادن در حین حفظ وقار و متانت خود نجیبانه مطالبات خود را بیان کردن. کنم نجیبانه هم باید داشته باش. نجیبانه هم داشته باش، با این کلمه هم کار داریم. آره. مقامات دولت هم، یعنی همین آدمای رئیسی جلاد، فوراً به مطالبه اصفهانی‌ها واکنش نشان میدن. حالا همین واکنش هم یه جا حفظیات باش کن واکنش و با عذرخواهی از مردم قول میدن که مسئله آب رو حل کنن. پس تا اینجا آخوندها خرکیفن که یه تظاهراتی شده، بعدم از اون تظاهراتی که میشه روش مانور کرد که آقا دیدی مثلا خشونتی نیست، مسالمت آمیزه، ما هم داریم تحمل میکنیم. بعد یه لشکر از این بازجو خبرنگارا هم میندازن توشون، از این آدمای مثل نمیدونم یوسف سلامی خبرنگارای اطلاعاتی دارن. بله. نمیدونم رضوانی و آمان السادات و یا مثل آدمای مثل اینا تو اون شبکه‌های استانیشون که از این آب به اصطلاح یک از این نمد یک کلاهی واسه رژیم بدوزن. اینجا فیلم رژیم رو ببینید چطوری این تجمع مردم اصفهان 28 آبان رو انعکاس میده، بعد ادامه میدیم. بله. امروز بیش از 30,000 نفر از کشاورزان و مردم اصفهان در تجمعی در بستر زاینده رود خواستار تامین حقابه و اجرایی شدن مصوبات شورای عالی آب شدند. این گردهمایی بزرگ با تلاوت آیاتی از قرآن و پخش سرود ملی آغاز شد و با سخنرانی نمایندگان کشاورزان ادامه یافت. کشاورزان خواستار تامین آب کشاورزی هستند و جاری شدن زاینده رود را حق مسلم اصفهان می‌دانند. در همین خصوص قرار هست ارتباط زنده اینترنتی داشته باشیم با همکارمون آقای ممن‌پوش. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ممن‌پوش. از حال و هوای میدان خواجو و پل خواجو برای ما بگید. امروز از ساعت 9:30 صبح گردهمایی بزرگ حیات زاینده رود در اینجا پل خواجو اصفهان برگزار شده و بین مردم که میرفتیم صحبت میکردیم اقشار مختلف حضور داشتن. کشاورزان غرب، کشاورزان شرق. میدونید حدود 300,000 نفر کشاورز ما در شرق استان اصفهان داریم. بله. از تا اینجا سناریو دارن پیش میبرن دیگه. همه چی ردیفه. آره. تظاهرات مردم نجیب و حالا سوسکی هم که از استودیو با این پاسدار چکمه پوش رابطه زدن و بعد میکروفون به هم پاس دادن، اون هم گفت تظاهرات بزرگه. بله. اما این احمقا، یعنی اینا که البته کرمای سر قلابن، رؤساشون، رؤسای اطلاعاتی احمقشون نمیدونستن که این سناریو به اینجا ختم نمیشه. چون کشاورزا گفتن که میخوایم بمونیم و تحسن کنیم اینجا چادر بزنیم. اینجا افتاد مشکل ها. دیدن سناریو دیگه اونجوری پیش اینجاش دیگه نکردن. بله. یعنی اون کشاورزایی که گل کاشتن و نجیبانه میگفتن اینجا یه دفعه تبدیل شدن به معاند و اغتشاش کرد. بله. اینجاست که دستگاه رژیم مجبور میشه که یعنی رژیم برمیگرده به تنظیمات کارخونه خودش. بله. نیروی سرکوب و این وحوش نیروی البته نیروی ویژه بود کنار بودن دیگه، مجبور میشن وارد بشن تو این قضیه. اما یه مشکلی هست که با این همه تعریفی که میکنه تظاهرات و ملت و اقشار مختلف و 300,000 کشاورز، خودش میگه چطور این جونورا رو وارد کنه برای سرکوب. اینجاست که این دو قوله به هم چسبیده تلویزیون رژیم که
خودش ارگان سرکوبه، در خدمت ارگان سرکوب نیست، خودش ارگان سرکوبه به کمک یگان وحشی نیروی ویژه میاد و یه مستند میسازه. این مستند هم جالبه، با هم نگاه کنیم تا ببینیم که نوابغ نظام چطوری میخوان این نیروهای وحشی رو بفرستن تو این مطالبات گل کاشته و نجیبانه مردم اصفهان. در ساعات پیش فیلم‌های ناقصی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن گفته می‌شود نیروهای یگان ویژه به چادر کشاورزان اصفهانی حمله کرده اند و آنجا را به آتش کشیده اند. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید وضعیت نرمال است و حتی در گوشه سمت راست تصویر برخی کشاورزان به دور آتش حلقه زده اند و مشغول گفتگو هستند. در این قسمت 2 نفر با لباس شخصی که خود را در قالب کشاورز جا زده اند در نقطه مقابل کشاورزان و درست از پشت چادرها وارد می شوند و پس از چند ثانیه آن محل شعله ور می شود. در این بخش کاملا مشخص است که هیچ یک از افراد نیروی انتظامی در محل حضور ندارد. ویدیو را کمی جلوتر میبریم. پس از آتش گرفتن چادر دوم شرایط کمی به هم میریزد. در این قسمت یک نفر با آرامش خاطر از چادر سفید خارج می شود و حتی در لحظه ای که چادر به نوعی منفجر می شود هیچ ریاکشن خاصی از خود نشان نمی دهد و بلافاصله سوار موتور خود شده و متواری می شود. پس از چند دقیقه از آتش سوزی چادرها نیروهای یگان ویژه که لباس آنها کاملا مشخص و متمایز است از این قسمت وارد می شوند و به سمت چادرها حرکت می کنند. در تصاویر کاملا مشخص است که نیروهای یگان ویژه صرفاً فضا را مدیریت کرده و هیچ برخوردی با افراد حاضر در آن محل نمی کنند و سعی بر متفرق کردن افراد می نمایند. با این حال مشخص است که تجمع کشاورزان صنفی و مسالمت‌آمیز بوده، اما با این تصاویر دست‌های پشت پرده کسانی که می‌خواستند این تجمع از حالت صنفی خارج شود رو شده و هویت واقعی آنها آشکار می‌گردد. البته کشاورزان و مردم نیز خواستار اقدام جدی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای شناسایی این افراد و دستگیری آنها می‌باشد. بله خیلی فیلم مهیج، بله، و خیلی موشکافانه. آثار ماندگار سینمای ولایی. فریم به فریم این فیلم رو باید بهش اسکار بدن، نه هر فریمش، یعنی کامیون اسکار. دست خیلی از فیلمسازهای خود رژیم هم بسته. خیلی مستند، دقیق، لحظه به لحظه گزارش کرده. اگه دقت کنی از اینجا باز سرکله اون گروه اغتشاشگر که تو 96 اومدن همشون دستگیر شدن، تو 98 هم دفعه با چتر اومدن تو وسط اتوبان امام علی کل ایران به هم ریختن، پیدا شد، دوباره اومدن با موتور از اون ور آب کل تظاهرات چند میلیونی و چند صد ده هزار نفری رو به عهده گرفتن و مسیرش رو منحرف کردن و نیروی یگان ویژه رژیم هم که فیلماش نشون داد. بله. اما چند تا سوال برای اینکه فیلم‌های بعدی که میسازن خوب نیست که آدم بیاره ژانر پلیسی بسازه از توش کمدی در بیاره. بله. اینو به عنوان تجربه بهشون میگم. آدم که میخواد یک فیلم بسازه باید سرتا این فیلم به هم بخوره. سوال اینه آقا این دوربین همه جا میذارن که از جرم جلوگیری کنن در لحظاتی که داره اتفاق میفته. نمیذارن که جرم نگاری کنن بعد داستان ازش فیلم، یعنی هیچ جای دنیا دوربین مدار بسته نمیذارن که فیلم برداری کنن تو نشون بدن. خب میرن جرم میگیرن، میرن اون نفری که انجام داده. چون ما دیدیم اون موتور سوار خیلی راحت از اون ور آب اومد با چادر رو منفجر کرد، بدون ریاکشن سوار موتور شد رفت اون ور آب. بله. بعد خب یگان ویژه اولی رو چادر آتش زد، خب دومی رو اقدام میکرد میگرفت، قشنگ وایساد همه آتش زدن‌ها انجام بشه فقط فیلمشو گرفت. بعد دورم که نبودن، کنار بودن، میتونستن وارد شن، مگر اینکه اون نفر رو میشناختن از خودشون بوده. بله. حالا همه اینا به کنار، خب چادر ضد انقلاب آتش زد، خب چادر رو خوب فردا میذاشید کشاورزا چادر بزنن. شما که مخالف چادر زدن نبودید. بله. معاندین میخواستن چادر نباشه، خب شما میرفتید بیشتر چادر میزدید. پس چرا شما کمک کردید به معاندین که چادرها جمع بشه؟ پس یه بامبول و یک
از این شارلاتانیسم باقو دست خودش نمیبره. البته این کارهای رژیم یه سکانس مکمل هم همیشه داره. اون سکانس مکمل هم اینه که چند تا از همین ساندویچ خورا رو جمع میکنه، اسمش میذارن کشاورز نمیدونم فلان، که بیان جلوی دوربین بگن مرگ بر منافق. حالا من نمیدونم بس چه ربطی داره. خوبه اینم ببینیم، یه چند تا نکته هم سر این فیلمشون هست. بله. پاسخی به این رسانه ها بدید که دارن از مطالبه به حق شما سوء استفاده میکنن. همه با هم یک صدا مرگ بله. واسم این سکانس چند تا نکته فنی داره. یک، چرا شات باز نمیگیری که ما این جماعت میلیونی رو ببینیم؟ که معلوم میشه بیشتر از 11 نفر نیستن. 11 نفر نباید که بچه منفی نگاه کنیم. اول فنیش نگاه کنیم. چرا از لو انگل میگیری؟ تو این فنیشو بهتر از من میدونی. لو انگل به چه موقع به کار میگیری؟ معمولا وقتی میگیرن که صحنه اباحتی نداره، از پای میگیرن، هر چیزی القا کنن، واقعیت به نظر میاد. حالا من یه نمونه فیلم خوب نشون میدم از همین معاندین اغتشاشگرا با اون جمعیت کمشون. ببین یه دونه همچین صحنه گرفتن، چقدر قشنگ گرفتن. با صحنه خودتون مقایسه کنید. فیلم سازای ولایی خواهشاً اون صحنه هو کردن خامنه‌ای رو بذارید. و با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، سلامتی ببین با چه جماعت کمی چه شات خوبی گرفتن. شما با جماعت میلیونی رفتی فقط کله نشون میدی، اینا چند تا اغتشاش کردن کن 1 میلیون هو میگن. اینم باید آموزش بگیری. یه سوالم من دارم که ببین چه جوریه که شما که 40 سال حاکمید، تو تلویزیون هم دستتونه، روزنامه هم دستتونه، شب تا صبح هم دارید مزخرف میگید، تا این معاندین وقت میکنن یه شبه بیان هر تظاهراتی رو فرمونش میگیرن از دست شما میگیرن. اونم یه معاندینی که بچه اون محل نیستن، کشاورزم نیستن، زبون اون محل هم نمیدونن، شب قبل از اون ور آب اومدن میان یه صبح تا شب همه سیستم از دست شما میگیرن. یک 100,000 نفرم میان. اینو جواب شما بدید که این معاند، بعد این معاندین هم که همیشه همشون دستگیر میشن، دوباره میرن دوباره با لیدراشون دوباره میرن 2 سال بعد میان هر جا دلشون میخواد. به قول شما چی میگن؟ زمین زیر پای شما میلرزونن، فرش رو از زیر پاتون میکشونن. بحث سر قیام ها زیاده، قیام های آتی هم در راه، ان شاءالله ما در خدمتتون خواهیم بود و رژیم هم دست از این کارا تا روز سرنگونی بر نخواهد داشت، چون جز این کارا کاری بلد نیست و چیزی در چنته نداره. مردم هم که به همین شکلی که این پاسخشون رو خواهند داد. خیلی متشکرم ازت بابک و صحبتایی که امروز برای ما داشتی. دوستان عزیز بیننده، همراهان پیکشادی، برنامه رو ادامه میدیم.